بهمن ماه سال گذشته کامیونی رها شده در پایتخت بلغارستان پیدا شد که در داخل آن اجساد 18 پناهجوی افغان بود، کسانی که سعی داشتند از راه‌های غیرقانونی به اروپا برسند. جسد این پناهجویان پس از گذشت حدود 4 ماه امروز به فرودگاه کابل رسید. انتقال اجساد شهدای یاد شده به علت تأخیر در فیصله محکمه بلغاریا و محدودیت‌های ظالمانه بانکی در قسمت انتقال پول برای شرکت‌های انتقال دهنده به اسرع وقت انجام نشد. البته این آخرین فاجعه دست جمعی برای پناهجویان افغانستانی نبود. 1 ماه بعد از این تاریخ نیز یک قایق چوبی پس از برخورد با صخره‌ها در سواحل ایتالیا غرق شد که 80 پناهجوی افغان در آن جان باختند. اجساد آنها هنوز به افغانستان نرسیده است. در نزدیک به 2 سال اخیر و پس از آنکه آمریکایی‌ها بعد از 20 سال جنگ در افغانستان این کشور را رها کردند و مسئولیتی در قبال ویرانی‌هایی که ایجاد کردند نپذیرفتند، موج جدیدی از مهاجرت مردم افغانستان قانونی و غیرقانونی آغاز شد. مشکلات اقتصادی و محدودیت کار و تحصیل برای زنان و دختران افغانستان از مهمترین عوامل مهاجرت در ماه‌های گذشته بوده است. معمولا مهاجرت ما که صورت میگیره از بیکاری مردم، یعنی سطح اشتغال وجود نداره دیگه، فقر به حد زیاد شده. اما در این بین کسانی هم مثل آقای احسان هستند که ترجیح میدهند بمانند و کشور خود را بسازند. والا نمیرم تا که بمیرم هم اینجا هستم. روزای بعدش تیر کردیم والا که خوب فعلا خدا مقصد یعنی اذیت نمیشیم، مثلا اگه شکم خوار است ولی بازم خوبتره. و البته جوانانی هم هستند که برای ساختن افغانستان آباد تحصیل علم می‌کنند. قصد مسافرت هیچ نداریم، قصد مهاجرت کنیم از اینجا. همینجا درس می‌خونیم، بالاخره خودمون وطن می‌سازیم. رفع محدودیت تحصیل و کار برای زنان و دختران افغانستان و همچنین تشکیل حکومت فراگیر از جمله انتظارات کشورهای مختلف همچنان از طالبان است. حدود 22 ماه یعنی نزدیک به 2 سال از حاکمیت طالبان می‌گذرد. طالبان در این مدت پاسخ قانع کننده‌ای به انتظارات جامعه جهانی ندادند، موضوعی که باعث شده تا دولتی آنها را تا به امروز به رسمیت نشناسد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.